تشکر از دکتر صاحب بلال. خوانش اعلامیه به 3 زبان ختم شد و حالا فرصتی شده برای خبرنگاران گرامی که از کاندیداتوران محترم پرسش‌های خود را مطرح بسازند. سوالات از خبرنگاران گرامی در نخست گرفته میشه و بعداً توسط کاندیداتوران عزیز پاسخ داده میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. د ښاغلو محترمو نمایندانو مرستیالانو او د رسنیو ښاغلو ملګرو ستړي مه شئ، هر کله راشئ. ډېره مننه کوم چې تاسو زموږ دغه رسنیز کانفرانس ته تشریف راوړ. زما نه د طلوع محترم تلویزیون پوښتنه کړې ده چې د سولې مسله پیچلې شوې ده، آیا حل به رامنځته شي او څنګه؟ تاسو زموږ په بیانیه کې ولیدل چې موږ د سولې په اړه د منځګړیتوب وړاندیز وکړ. موږ هم دا درک کړې ده چې د سولې مسله پیچلې شوې ده او ځکه پیچلې شوې ده چې تاسو ولیدل په دغه څو کلو کې هغه لوري چې په جګړه کې دي هغوی د سولې خبرې هم سره کوي او تر اوسه دغه اکثرې خبرې چې شوي دي ځینو نورو هیوادو منځګړیتوب کړی دی، خو هغه منځګړیتوب هم هغوی په داسې معنا نه دی کړی چې څرګنده کړي وي چې موږ منځګړیتوب کوو، بلکې هغوی غوښتنه کړې وه چې د لوري دې راټول شي، موږ به د دوی لپاره یو فریم ورک پلیټفارم یا سپاچه جوړه کړو چې دوی خبرې وکړي. تر اوسه پورې زموږ په نظر باندې زموږ د جرګې نظر په ځانګړي ډول زما نظره د دغو لورو ترمنځ چې په جګړه کې ښکیل دي داسې څوک نه و چې د دوی منځګړیتوب وکړي چې هغه بېطرفه وي. نو زه ویاړم چې اوس موږ دغه جرګه منځته راوړه. د جرګې اساسي موخه همدغه ده چې موږ بېطرفي اختیار کړو او د جګړې درې مهم لوري چې د افغانستان حکومت ده، د هغوی مخالفین دي یا طالبان دي، ورسره د متحده ایالات او ناټو دي. دلته یو بل لوری چې د افغانستان ولس دی هغه هیڅ استازیتوب نه درلود. موږ ویاړو چې دغه نمایندان د افغانستان د خلکو له ډیری برخې څخه برخمن دي. د بلګې په ډول زموږ پر دغه ملاتړو کې کسان شته، ګوندونه شته، ټولګې شته، شوراګانې شته او نور جوړښتونه شته. نو زما په نظر مونږ کولی شو چې د سولې په پروسه کې منځګړیتوب وکړو. مننه. بسیار زیاد تشکر. دوست ما از تلویزیون میوند از من سوال کردن در مورد همین وضع فعلی که بین دولت افغانستان یا دولت مردای افغانستان و ایالات متحده امریکا وضع که به وجود آمده در این مورد در حالی که جنجال زیاد است. قسمی که پیشتر دوست ما بر شما گفتن ما از قسمت زیاد مردم افغانستان نمایندگی میکنیم و هیچ وقت در جنجالای نه حکومتی و غیر حکومتی سهم نداشتیم، بلکه در جریان 40 سال گذشته همه ما در خدمت مردم افغانستان بدیم. همه طرفها بر ما احترام داره. ما فکر کردیم که ظرفیت در ما وجود داره که میتونیم که فعلا 3 طرف است، یکی تحریک اسلامی طالبان، دولت افغانستان و ایالات متحده امریکا. فعلا جنجالی که به وجود آمده اینا بین خود گاهی صحبت میکنن ولی هر طرفی که دیگر رد هم میکنن. ما فکر کردیم که ما ظرفیت لازم داریم که در بین زیاد مرحله اول با استفاده از مذاکرات 2 جانبه و بعد از او مذاکرات 4 جانبه را بین همه اطراف که درگیر هستند و ما با وجود بیاریم و تشکیل بدیم و در نتیجه این مشکل حل بسازیم. خوبی گپی است که هر طرف همراه ما روابط بسیار نیک داره و این نتیجه امی کار 30 سال گذشته ما است. بناهن مشکلی که بین حکومت فعلا آمده ای بر ما یک چالش نیست، به خاطر اینکه مشکل خود از اوناست، ولی ما من حیث یک گروه قوی بی‌طرف در افغانستان و کارزومند هستیم و همیشه به اثبات هم رساندیم که در خدمت مردم افغانستان هستیم. به نمایندگی هم یک اکثریت خاموش در بین ازیا شویم که به یک نتیجه برسیم که انشالله تعالی بعد از او که بعد از اینکه صلح همیم ما شما کل ما میفهمیم
با زمینه انتخابات هم مساعد میشه. تا زمانی که صلح نبیه، تا زمانی که توافق همه جانبه صورت نگیره، هر نوع حرکت به طرف انتخابات این سوال برانگیز است و به مشکلات ما اضافه میکنه. بناهن ما حرکت خود شروع کردیم، حرکت بسیار نیک است. دوستا بعدا بر شما معلومات میده. تشکر. با عرض سلام و ادب خدمت تمام دوستا و عزیزان. خب سوالایی که صورت گرفته بود فکر میکنم در دو جواب همه جانبه پاسخ داده شد، ولی یک چیز خدمت عرض بکنم که پیشتر یکی از ژورنالیستای ما سوال کردن و گفتن که هیچ جرگه به کدام شیوه و به حساب تشکیل شده. ما رقابای انتخاباتی هستیم، ولی دوستا و رفاقای بسیار عزیز به خاطر منافع اولیای کشور و مردم افغانستان. هر جایی که نیاز بود و خدمات را میتونستیم عرضه بکنیم بر مردم افغانستان، همه کاندیدها گرد هم آمدن و نشستهای خود داشتن و به خاطر منافع اولیای کشور و مردم دست جمعی تصمیم و مردم افغانستان در جریان خود گذاشتن. و اگر دوستا طور مشخص، چون از هر کاندید که باید گفته میشد برای ژورنالیستای عزیز که میتونن دو سوال داشته باشن، اگر سوال داشته باشین ما در خدمت هستیم، میشه که سوال مشخص از ما داشته باشین تا پاسخ آنن بر شما بگم. سوال ندارین؟ تشکر از همه شما، لطف کردین و آرزو دارم که سوال که از تمناسب شده اونا هم پاسخ بدن. تشکر از همه شما. اول سوال خدا دی چې تاسو ولیدل چې موږ نوي کمیشنران وټاکل او هغه پر یو میکانیزم باندې کار کوي، د ټولو کاندیدانو سره په تماس کې دي او هغه د حکومت دولتي کاندیدان دي او که د نور کاندیدان دي، ټول د ولس کاندیدان دي. د ټولو کاندیدانو سره ټول به پر یو میکانیزم باندې کار سره کوو او د کمیشنرانو هم دا وعده کړې ده چې هر شی به خپل مهالویش باندې اعلانوي او دا کار به کوي. دویم سوال دا دی که چیرې د افغانستان په خیر باندې انتخابات و، انتخاباتو ته به ځو او که په خیر باندې دا خبره وه چې د سولې خبره په خیر وه، سوله به هرومرو راوړو. ولې زموږ غږ د افغانستان د ولس غږ دا دی چې دغه سوله چې د پټو دروازو در شا کېږي، د افغانستان ولس چې هګاسي منې ایس دغه اووه کسانو څخه یو څوک رئیس جمهور کېږي، دا اووه ټیمه دي، یو نفر چې یو ټیم کامیابه کېږي رئیس جمهور کېږي. ولې دا به هګا نه وي د دې سولې څخه. یعنې زموږ تشویش دا دی چې باید موږ ټوله په دې باندې خبر سو او په دې سوله کې عمده رول ولرو. موږ د افغانستان د ولس څخه نمایندګي کوو، موږ د یو جهت څخه نمایندګي نه کوو، موږ د افغانستان د ملت څخه نمایندګي کوو. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نصلی علی رسول الکریم. سوالی مبنی بر تعدد بازیگران بود. شما شاهد بودین که در 10 سال گذشته از وقتی که بحث صلح به میان آمد، متاسفانه بر اساس یک تصمیم گیری غلط، محل‌هایی که صلح در او، نشست‌های صلح جاری بود، در بیرون از افغانستان انتخاب شد و این باعث شد که کشورهای مختلف در پروسه صلح افغانستان دخیل بشوند و این کشورهای مختلف یک اختلافات درونی در بین خودشان بود و یک رقابت‌های منطقه‌ای با یکدیگر داشتند. این باعث شد که او تعارض منافع میان این کشورهای ذی‌دخل در پروسه صلح خودش به صلح افغانستان هم تبارز بده و باعث بشه که ما پروسه صلح افغانستان پیچیده‌تر بکنیم. ما باید صلح در درون افغانستان برگزار میکردیم، نشست‌های صلح، و حکومت افغانستان، مردم افغانستان و مخالفان مسلح حکومت افغانستان با هم می نشستند و در یک فرایند گفتگوی بین الافغانی مشکلات خود حل میکردند. ورود هر بازیگر خارجی به عرصه صلح به معنای ورود یک بازیگری است که با منافع وارد پروسه صلح می شود و او به دنبال کسب منافع خود است، نه به دنبال ایجاد صلح در افغانستان.
یک علتی که صلح علیرغم یک تلاش 10 ساله هنوز به نتیجه نرسیده است است که ما نتوانستیم تعارض منافع میان بازیگران دخیل در پروسه صلح بتوانیم ایجاد بکنیم و هر چقدر این بازیگران پیچیده تر بشود، هر چقدر این بازیگران زیادتر بشوند، بر ابهام در روند صلح افزوده می شود. لذا جرگه مشورتی کاندیدان ریاست جمهوری بر کم کردن تعداد بازیگران دخیل در صلح تاکید دارد و بر بالا بردن کیفیت و نتایج. ما می‌خواهیم که تعداد بازیگران کمتر باشند، ترجیحاً خود افغان‌ها باشند و نشست‌ها به میزبانی ملت افغانستان در یکی از ولایات افغانستان برگزار بشود. مداخله خارجی‌ها در امور داخلی افغانستان به ویژه روند صلح که متعلق به ملت است باید پایان بیابد. مسئله دوم بحث جرگه مشورتی کاندیدان هست که آیا میتواند به صلح منجر بشود یا نشود. بحث روی شدن و نشدن نیست، بحث روی بالا بردن کیفیت مذاکرات صلح است، بحث روی باز کردن گره های کور صلح است. بحثی است که چنانچه دوستانم پیشتر گفتند به نمایندگی از ملت افغانستان باید کسی در صلح دخیل بشود. فعلا در یک جانب حکومت افغانستان هست که پروسه صلح سبوتاژ می کند، در جانب دیگر ایالات متحده آمریکاست و کشورهای ناتو که اونا منافع مشخص و جهانی خود در پروسه صلح افغانستان جستجو می کنند. در روی دیگر سکه طالبان و سایر مخالفان مسلح حکومت افغانستان هستند که قصد همکاری و قصد ورود جدی به مذاکرات صلح ندارند. در این میان کسی که آسیب می‌بیند ملت شریف افغانستان هست. لذا این جرگه او ظرفیت و پتانسیل داره تا به نمایندگی از مردم شریف افغانستان بتواند وارد مذاکرات صلح بشود و این گره های کور گشوده بشه. سوال بعدی بحث برنامه مشخص این جرگه چیست؟ جرگه مشورتی کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان در 3 سطح وارد مذاکرات صلح خواهد شد. سطح اول در درون جرگه توسط متخصصین صلح، کارشناسان امنیتی مباحث جدی صورت گرفته و ما جرگه یک آسیب شناسی کرده است در باب صلح. چی مشکلاتی وجود داره؟ چی موانع وجود داشته در راه رسیدن به صلح؟ این سطح اول، یعنی یک نگاه کارشناسانه علمی و آسیب شناسانه به آنچه که در باب صلح تا کنون اتفاق افتاده و به نتیجه نرسیده. چرا؟ در سطح دوم ما وارد مذاکرات دوجانبه خواهیم شد با حکومت افغانستان، با طالبان و سایر مخالفان مسلح حکومت و با ایالات متحده آمریکا و نمایندگان کشورهای عضو ناتو. در این گفتگوی دوجانبه ما به نقاط اختلاف و اشتراک میان جوانب درگیر پی میبریم. سطح سوم مشارکت جرگه در باب صلح ایجاد یک روند 4 جانبه است. یک کنفرانس 4 جانبه در کابل یا هر کدام از شهرهای دیگر افغانستان که در این نشست هم جرگه مشورتی کاندیدان ریاست جمهوری اسلامی افغانستان باشند، هم نمایندگان طالبان و سایر مخالفین مسلح حکومت افغانستان باشند و هم نمایندگان حکومت افغانستان و هم نمایندگان ایالات متحده آمریکا و ناتو. در این نشست 4 جانبه تمام موارد مرتبط با صلح نه از نگاه سیاست و امنیت بلکه بر اساس منافع علیای مردم افغانستان و در راستای سعادت و نیکبختی مردم افغانستان مورد بحث قرار خواهد گرفت. این جرگه نتیجهش آمدن یک صلح پایدار در افغانستان خواهد بود. تشکر از شما. به نام ذات یکتا و تنها و بی همتا. دوستان محترم، در لابلای صحبت‌های دوستان گرامی شنیده شد که هدف و زیرت صلح چیست. ز هر سو میشنوم شور و نوای مردمان خیزد، به هر سو منگرم خون از مردم ایمان بیگمان ریزد.
خدایا این چه حال است در سرای ماتم این مردمانمان که خون مردم مظلوم ز بحر ظالمان ریزد. به خاطر رقابت ناسالم همسایگان و بیگانگان به خصوص امریکایان و روسان و اروپایان خون مردم مظلوم و بیچاره افغانستان ریخته میریزد و خواهند ریخت. بنابراین ضرورت است که باید صلح ایجاد شود. چطور صلح به وجود میاد؟ فاکتورهای اساسی صلح چیست؟ الصلح یصلحون بین الصالحین. صلح و مصالحه کلمه پاک مقدس است که در استنتاج نتیجه مصالحه صلح است. پس صلح که به وجود آورده میتواند؟ 3 فاکتور است. فاکتور اول یک طرف مقابل، فاکتور دوم طرف مقابل دیگر و فاکتور سوم این کسانی که به حیث مصلحین وارد صحنه عمل می شوند و در درگیری های این دو جناح و دو گروه و دو افراد اشخاص اونا صلح را به میان می آورند. و شما مسلمان هستیم فضل خداوند. خداوند خودش فرموده است، امر کرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. این به تحقیق کلمه انتباهی است. انتباه میتد، آگاه باشید. به تحقیق انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. فاصلحوا صیغه امر است، امر مفرد است، از طرف خداوند امر شده است فاصلحوا، پس صلح کنید بین برادرانتان. بنابراین ضرورت است، ضرورت دینی، دیانتی، انسانی و اسلامی افغانی است که با در افغانستان صلح به وجود آورده شود. چطور صلح به وجود میاد؟ چه مراحل دارد؟ پس سیر تکامل انکشافی صلح و مصالحه چیست؟ اول تفاهم ابتدایی یا مقدماتی. دوم به تعقیبش سلسله به سلسله متارکه است، ترک جنگ است. سوم متحرکه است که هر طرف حرکت میکند، باز متقاربه میشن که قریب میشن، بعد از او باز مقابله میشن که مقابل همدیگر میاد، بعد از او مناظره میشن، همدیگر میبینن که این کی است چی است. با تعقیب از این مکالمه و مصاحبه با هم صحبت میکنن، در میابن، مفاهمه میکنن، میابن که طرف مقابل چه هدف دارد و شخص دیگری چه منظور دارد. اینجا است که در مرحله بعدی تفاهم ثانوی و یا آخری در استنتاج محصله مفاهمه در آخر تفاهم ثانوی به وجود میاد. در تفاهم ثانوی گروه های درگیر میدانند که هدف مقابل چی است. اینجا ارتباط میگیرد با عامل عملی که فاکتور میانجیگری را در بین این دو جناح درگیر پیش میبرند که اینجا وظیفه اینمی شورا یا اینمی دوستانی که قد علم کردن میخواهند که پروژه صلح را با واقعیت در افغانستان برملا سازند که این دوستان هستند که در خدمت شما قرار دارند. اگر عاملین عمل توانستند که به صورت اساسی بنیادی و نهادی با داشتن اکمالات قبلی و کافی و کاری و قبلی تانستند که این پروسه صلح را پروسه میانجیگری را به وجه احسن پیش برند، نتیجه مثبت است که در اونجا است که موافقه و مصالحه به وجود میاد. اگر خدا ناخواسته عاملین عمل این مبتکرین کاری یا میانجیگری ها از ابتکارات کاری برخوردار نباشند و نتوانند که به این جهت مثبت استقامت دهند، اونجاست که در اون صورت به عوض مصالحه و موافقه منازعه و مجادله به وجود میاد. که خدا کنه که این چیزی نشود. ان شاء الله با این دوستان ما باورمند هستیم که اینا میتوانند که با ابتکارات کاری کافی و کاری قبلی که دارند میتوانند به جهت مثبت این پروسه صلح را استقامت دهند. موضوع دومی که یاد کردن دوستان محترم بسیار خوب سوالی بود. گفتن طالبان بالای شما چه اعتبار دارن؟ نه تنها طالبان، به همه مخالفین که فعلا در سنگر داغ به اشکال مختلف مقابله مجادله میکنن، هرگاه مقابله و مجادله ایشان در برابر بیگانگان و بیگانه خواهان و بیگانه‌روان باشند، من هم طرفدارشان بودم، هستم، می باشم. این یکی از خواستهای اساسی مردم افغانستان بوده و هست، می باشد. بجاست که باید مقابله کنند. بنان عرض حال در اینجاست که چه اعتبار دهی است
کسی که به حالشان خدمت میکنه، کسانی که در خدمتشان بودن، کسانی که در همه درگیری ها، در هر مناقشات و منازعات اشتراک نداشتن، همیشه ندا و ادا و صدای صلح را بالا کرده بودن، پس بالای اینا باور نشود، بالای کی باور میشد؟ با یقین است، لابد است که باورمندی بالای ایشان هستند، ایشان میتونند پروژه صلح پیش برند. بنابراین دوستان محترم عرض حال میکنم که امین تیمی که خدمتشان معرفی شد در پروسه های صلح پیشگام و پیشتاز بودن هستند میباشند. 2 سال قبل 3 سال قبل مسائل صلح نام نهاد نمیشد. امین اعضای برجسته با اعتبار باورمندی که به ملت مردم داشتن با گروه های درگیر دولت که مخالفین داشتن اینا در تماس بودن، نه که طرفدار اونا باشن بلکه باعث عاملین صلح با گروه های افراد اشخاص مسلح در تفاهم بودند. در موضوع بعدی که پروسه صلح از طرف آقای خلیزاد اعلان شد، 2 نفر آقای خلیزاد در قسمت پروسه صلح عامل عمل در مسائل سیاسی افغانستان و مسائل صلح افغانستان دارد که یکی شخص خارجی است، یکی شخص داخلی. امین تیم ما با هر دوی در طول مدت یک اعلان شده است و تفاهم هستند. بنابراین اینا میتونن که پروسه صلح را پیش برند و اعتبار باورمندی مخالف دولت ان شاء الله با ایشان هستند، میباشند و خواهند بود. ایشان پروسه صلح را ان شاء الله که آوردنی هستند میآورند. ما صلح در جهان، صحت برای همگان، افغانستان را برای مردم افغانستان میخواهیم، نه برای بیگانگان. الصلح یصلحون بین الصالحین، طرفای مقابل اگر یک طرف یا 2 طرف صالح نباشد صلح آمده نمیتواند. جنگ به خاطر صلح این معنا ندارد. ما می جنگیم تا صلح بیاید. صلح 2 واژه مخالف است، متضاد است، هیچگاه در یک زمان در یک مرتبه با هم آمده نمیتوانند. پس هرگاه یک طرف خواهان صلح نباشد، در افکار میگلمنی و تعظمی و خودپردازی و خودکامگی و خوداندیشی ها باشند و بگن من هستم، هیچگاه پروسه صلح آمده نمیتواند. اگر طالب خدمت من باشم این چنین باورمندی را به خود قبول نمیکنم که یک طرفه یک تازانه حرکت بکنه و ما پروسه صلح حاضر شویم. پس اگر طرفای درگیر هم عاملا و عالمانه و هوشیارانه و آگاهانه وارد پروسه صلح میشن، پس صلح به وجود آمدنی است. من میدونم یک طرف برای من تثبیت است که عامل عمل نبوده، سر به داشتن افکار میگلومنی و افکار تعظیمی خود میخوان پیشتاز باشند. اگر این چنین باشد صلح آمده نمیتواند، یعنی یک طرف پیش ما نسبتا بیشتر مسئول است. با عرض سلام خدمت همکارای گرامی، معاون صاحبا و مطبوعات گرامی. در آخر قرار داریم. دوستای عزیز اگر کدام سوالی مانده باشه ما در خدمتتان هستیم و اگر نه باز مجلس خود ختم میکنیم. ما از سر از امروز با جوانبی که در افغانستان طرفای درگیر است، یکی حکومت افغانستان است، گروپ‌های مسلح به نام طالب و سایر گروپ‌هایی که است، ما مذاکرات خود را شروع میکنیم و همچنان با ایالات متحده امریکا و ناتو نظریات از اینا را میبینیم و بعد از او آنن و هر گاهی با مردم افغانستان پروسه صلح را و پیشرفتی مذاکرات را با مردم شریک میسازیم. مسئله انتخابات میمانه. کمیسیون فعلی که ایجاد شده توسط امین نامزدها اونا رای گرفته و تمامشان تعهد سپرده که ما هر از گاهی راجع به انتخابات و راجع به تقویم انتخابات و نحوه برگزاری انتخابات ما با تمام کاندیدهایی که 18 کاندید ریاست جمهوری است مشوره میکنیم. ما از اونام در هفته بعد خواستیم که راجع به تقویم انتخابات بیای با کاندیدها مشوره بکنه و مخصوصا با جرگه مشورتی مشورهای خود داشته باشد تا ای که ما بتانیم یک انتخابات آبرومندانه و سالم، همگانی و شفاف را داشته باشیم. بنان یک طرفه نمیشه. ما مذاکرات خود را با تمام جوانب سر از امروز با مشوره جامعه مدنی، با مشوره احزاب سیاسی و نهادهایی که خارج از جرگه هست مشوره از اونا را میگیریم تا ای که ما به صلح واقعی برسیم و اگر انتخابات هم داشته باشیم بدون صلح نسب افغانستان جنگ وجود داشته باشه، انتخابات نشوه. یکی از مزیت‌های انتخابات چی است؟ همگانی بودن انتخابات است. ما همگانی بودن انتخابات از دست میدیم. وقتی نسب مردم افغانستان در انتخابات سهیم نباشه و رای داده نتانه و به تعیین سرنوشت خود
اشتراک نداشته باشه، ما یک انتخابات را نداریم که او مردم افغانستان از او رضایت بده. بعد از انتخابات ما میخوایم که قبل از انتخابات مشکلات جنگ و ناامنی را حل بکنیم. هر کدام ما اگر رئیس جمهور شویم بعد از انتخابات همین مشکلات موجود باشه، ما نمیتونیم حکومت بکنیم. پس به اینمی چالشی که در 16 سال ما این را سپری کردیم، با همین چالش مواجه هستیم. بنان کوشش میکنیم یک سلسله از مسائل بزرگی که راجع به صلح و ناامنی و جنگ و اینا هست قبل از انتخابات به نتیجه برسیم. انشالله سر از امروز ما با طرف دولت، با نماینده‌های طالبان از گروه‌های مختلف که هست ارتباط میگیریم، مذاکرات خود شروع میکنیم و همچنان با جانب جامعه جهانی. اگر کدام سوال دیگه باشه ما در خدمتتان، اگر نه مجلس ختم میکنیم. خب سوال نیست، با عزت باشین.